الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 47 از آموزش کلمة التوحید است که لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد، که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد بنده و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به اخلاص است و تعلق به اخلاص شرط چهارم صحت لا اله الا الله دارد صحبت خواهیم نمود. در حلقه های گذشته به شما معنای اخلاص لغتاً و اصطلاحاً و مراد شریعت از اخلاص و این چنین دلیل ها از قرآن و دلیل ها از سنت و اقوال علما را در بیان این که اخلاص شرط صحت لا اله الا الله است بیان نمودیم و به شما بیان گشت که در حقیقت قرآن و سنت اثبات می کند که اخلاص این شرط صحت لا اله الا الله است و علمای اهل سنت و الجماعت هم به همین قائل هستند. پس کسی که اخلاص ندارد، اصل اخلاص را ندارد، ایمان به وی فایده نمی بخشد و لا اله الا الله به وی فایده نخواهد بخشید. پس در این حلقه ها به شما مکان و محل اخلاص و این چنین اصل اخلاص و فرع اخلاص بیان کرده می شود. اصل اخلاص یا که محل اخلاص، مکان اخلاص و ارکانش در کجاست؟ اولا میگویم که اخلاص این محلش قلب است و همین اصل است. پس محل اخلاص، مکان اخلاص و محلش این قلب است و نیت است. دلیل به این گفته حدیث سه که در حلقه گذشته بیان نمودیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، یعنی هر کسی که لا اله الا الله را خالصانه بگوید از کجا؟ از قلبش. پس محل اخلاص و اصل اخلاص این قلب است. پس اخلاص این از عملهای قلب است. بارک الله فیکم. و باید دانسته شود که اخلاص از قول قلب نیست بلکه از عمل قلب است. مثلا علم و تصدیق به شما چه خیلی که بیان کردیم، علم و تصدیق این از قول قلب است. علم بر لا اله الا الله و تصدیق بر لا اله الا الله اصلش و مکانش گفتیم قلب است، لیکن از قول قلب است. اما اخلاص محلش از قلب، اصلش از قلب است و محلش از قول قلب است. بارک الله فیکم. پس این بود مکان. پس اخلاص القولی یعنی اخلاصی که متعلق به قول زبان است. این چون وجود دارد اخلاص قلب، یعنی محل اخلاص اولا گفتیم قلب است. اصل اخلاص قلب است. محل اخلاص قلب است و اصل اخلاص از قول قلب است. و اما این چنین وجود دارد از محل اخلاص که اخلاص زبانی است و این چنین وجود دارد اخلاص عملی و ظاهری، یعنی اخلاص محلش سه جاست، قلب است و زبان است و عمل است، اما اصلش قول قلبی است. بارک الله فیکم. اخلاص قلبی متعلق به قول زبان است، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 29 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ودعوه مخلصین له الدین، الله را دعا بکنید خالصانه و تمام عبادت را به الله انجام بدید و تمام عبادت از آن اوست. پس در اینجا دعا آمده است و این دعا این زبانی است. بارک الله فیکم. عملی زبان است و معلوم است که دعای متعلق به قولی زبان است، سخن زبان است. سیوم محل اخلاص این عملی ظاهری است، عملی جسمی انسان که متعلق به جسم انسان و جوارح انسانی ظاهر است. بارک الله فیکم. دلیل بر این سوره زمر آیه 2 است که الله میگه فاعبد الله مخلصا له الدین، الله را خالصانه عبادت بکن و تمام عمل از آن الله است. بارک الله فیکم. یعنی عبادت در اینجا شامل میگیرد
تمام عبادت هایی که قلبی است، زبانی است، جسمی است. و این چنین در حدیثی که امام نسائی روایت کرده اند صریح آمده است که اخلاص تعلق به عمل هم دارند. اخلاص تعلق به عمل هم دارد. لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. الله قبول نمی کند از عمل ها مگر همون عملی را که خالص باشد و به خاطر ابتغای وجه الله، خواستی وجه الله انجام داده شده باشد. پس محل اخلاص سه جاست: قلب است و زبان است و عمل است، یعنی جسم است. اما اصل ایمان، اصل اخلاص این در قلب قول قلبی است. بارک الله فیکم. اما اطلاقاتی که بعضی از به اخلاص داده میشد، گفته میشد که اخلاص عام و اخلاص خاص. در معنی داد اخلاص بعضی از علما گفتند که اخلاص دو معنی دارد: معنای خاص دارد و معنای عام دارد. معنای خاص اخلاص به معنایی که یعنی متعلق، اخلاص خاص متعلق به اراده دارد، نیت دارد، بعضی از نمودهای فروعات عبادت و طاعت دارد. پس در این حالت اخلاص یعنی جزء از جزهای توحید را در بر میگیرد و مخالفی در این حالت اخلاص جزء و از جزهای شرک است. شرک اراده، شرک نیه، شرک القصد، البته از جزء اکبر و اصغرش باشد. اما معنای اخلاص عامش این مرادف توحید است. اخلاص 100% توحید، جانب از جانب توحید نیست بلکه 100% توحید است. اخلاص خاص جانب از جانب توحید، طرف از طرف توحید، معنای از معنای توحید را میدهد. اما اخلاص عام گویا که این 100% توحید است و ضد شرک است. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم، کدام چیزها اخلاص را نابود میکند و ضد اخلاص است؟ یعنی کدام چیزها و کدام عملها مقابل و ضد اخلاص است و اسلام را میشکند و نابود میکند؟ اولین شرک است به تمام نمودهایش، در الوهیت، در ربوبیت، در اسما و صفات و غیر ذلك. پس به خصوص شرک در عبادت، چرا که شرک در عبادت امروز مشهور است و اصل آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم برای توحید الوهیت بود و شرک در عبادت ضد توحید الوهیت است. پس اولین شکننده اخلاص این شرک به تمام نمودش است، چرا که الله رب العزت و الجلال امر کرد در سوره زمر آیت 14 و 15 و گفت: قل الله اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی. بگوی محمد که من الله را عبادت میکنم مخلصانه و تمام عبادت من از آن الله است. هر چیزی که پرست میخواهید بپرستید غیر الله. پس در اینجا ضد اخلاص شرک بیان شده است و الله در آیت بینام سوره 5 میگه که و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. و در اینجا اخلاص به معنای عام اومده است، یعنی اخلاص به معنای توحید اومده است. و ما امروا الا یعنی الله امر نکرده میگه شما را مگرم به این که لیوحدوا، مگرم این که الله را به توحیدش به جا بیارید، یگانه به توحیدش بپرستید و تمام عبادت را به خاطر الله انجام بدید. بارک الله فیکم. پس این یکمین شکننده اخلاص است و دومین شکننده اخلاص این شرک ریا یا سمعه یا که خواستار دنیا و اراده دنیا کردن. صورتش و نمودش این که هر کسی که الله را بپرستد لیکن بعد از الله، بعد از عبادت باز چیزی را از دنیا یا که کسی را به خاطر کسی انجام بدهد یا چیزی را از دنیا خواهد یا مدح از مردم خواهد، یعنی هم الله و هم مردم را خواهد، عملش را مشرکانه انجام دهد، یعنی هم به الله هم به مردم هم به یگان چیز دیگری. سبحان الله، در توجهش در قصدش هم الله باشد هم غیر الله باشد، البته این اخلاص را نابود میکند. و این چنین شکننده سومی اخلاص نفاق است. نفاق به جمله اش. بارک الله فیکم.
و به این سوره نساء 145 و 146 دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. هر منافقین در پایان ترین و چقورترین از مکان جهنم هستند و برای اونها هرگز هیچ کمک کننده وجود ندارد مگر هم کسانی که بعد از نفاق توبه کردند و اصلاح کردند و چنگ به الله زده اند و عبادتشون را و دینشون را تنها به خاطر الله خالصانه انجام دادند، یعنی نفاق ندادند. پس نفاق هم شکننده اخلاص است. بارک الله فیکم. یعنی شکننده اخلاص این شرک است، نفاق است و ریا و سمعه است. بارک الله فیکم. و باید دانید و مسئله دیگر اینجاست که اخلاص به خودش مرتبه دارد و به اصل و کمال تقسیم می شود. چگونه که ما یقین را، چگونه که شرط دوم صحت لا اله الا الله یقین، شرط سوم صحت لا اله الا الله صدق را تقسیم نمودیم که اینها هم اصل دارد و هم کمال دارد. یعنی وقتی که نظر به اخلاص میکنیم، اخلاص هم مثل پیش گذشته از خودش شرط دیگر اخلاص و شرط دیگری لا اله الا الله یقین است. یعنی اخلاص هم اصل دارد و کمال دارد. وقتی که اصل اخلاص از انسان نابود شد، انسان کافر می شود. و وقتی که کمال اخلاص از انسان نابود شد، انسان مسلمان است و اما ضعیف الایمان است. اخلاص دارد اما اخلاصش ضعیف است و مسلمان است. پس اخلاص این مرتبه ها دارد که مردم از سبب همین مرتبه های اخلاص متفاوت هستند، متفاوت، به هم دیگر برابر نیستند. و اخلاص به نفس خودش زیاد و کم می شود. خیلی که ایمان زیاد و کم می شود، اخلاص هم زیاد و کم می شود. یک مؤمنی که اخلاصش قوی هست، اخلاصش زیاد است، به درجه کمال اخلاص می رسد، این را مؤمنی مخلصی حقیقی گفته می شود. و این چنین وقتی که اخلاصش پایان رفت، این را هم مسلمان گفته می شود، اما مسلمانی که ضعیف است، ایمانش ضعیف است. و تا همان درجه اخلاص کم می شود که اخلاص نابود می شود و اصل اخلاص هم می برود، از اسلام نابود می شود، اسلام این انسان را کافر می گرداند. پس انسان ها از همدیگر متفاضل هستند، بهتر می شوند از به سبب اخلاص. چگونه که در قاعده ایمان، در مسئله ایمان زیاد و کم شوی ایمان به شما ذکر کردیم، اخلاص هم مثل ایمان زیاد و کم شوی دارد. و اخلاص البته از ایمان است. اخلاص از ایمان است. پس هر کسی که از قلبش اصل اخلاص نابود بشود، این انسان یا کافر مشرک است یا که منافق کافر است. یعنی سبب نابود شوی اخلاص به پررگی نابود شدن است، یا که شرک می شود یا که نفاق می شود. نفاق که اسلام را ظاهر میکند، کفر را باطن میکند. پس این انسان یا کافر مشرک است یا که کافر منافق است یا که منافق کافر است. و این انسان گویا که ایمان به پررگی رفت. یعنی اصل اخلاص وقتی که می رود، این گویا که اصل ایمانش رفت، اصل اخلاص رفت، اصل ایمان رفت. اما اگر کمال اخلاص رود، یعنی اصل اخلاص نرود بلکه فروعات اخلاص، کمال اخلاص رود، این انسان مسلمان است و در بعض حالتها البته مسلمانی گناهگار است و فاسق است و مسلمان ضعیف الایمان است. پس اخلاص مثلش مثل دیگر عملهای قلب است و شرطهای توحید است، به مانند محبت، یقین، صدق. بارک الله فیکم. اگر نظر کنیم به شرطهای لا اله الا الله که 7 شرط صحت دارد، یقین شرط دوم، شرط سوم صدق، شرط چهارم اخلاص و شرط ششم، پنجم، نو ششم انقیاد. این چهار شرط همش اصل و این چنین اصل و بعد از این البته 5 شرط انقیاد هم وجود دارد، محبت، انقیاد. و این 5 از درون 7 شرط 5 شرط: یقین، صدق،
اخلاص، محبت، انقیاد. این 5 شرط صحت لا اله الا الله اصل دارد و کمال دارد. پس اصل اخلاص این متعلق به اصل دین است که باید با همراهی شهادت لا اله الا الله باشد. اگر نباشد، با همراهی لا اله الا الله اصل اخلاص نباشد، این انسان کافر مشرک یا که کافر منافق است. اما کمال اخلاص این مرتبه است که بعضی از انسان ها کمال اخلاص را میارد. بعضی علما گفتند اخلاص الواجب و مستحب، یعنی هر کسی که واجبات اسلام را به جا می آورد با اخلاص، مرحله یکم یعنی، و مستحبات را ترک میکرد. یعنی کمال اخلاص مرتبه دارد، اخلاص الواجب و اخلاص المستحب. اخلاص الواجب همین که کسی که واجبات اسلام را به جا میارد اما مستحبات را به جا نمیبرد. اصل اخلاص دارد، واجبات اخلاص را به جا میآورد. و بعضی کسا اصل اخلاص را دارد، واجبات اخلاص را که عملهای واجبات است به جا میآورد و اینچنین مستحبات اخلاص را به جا میآورد که این انسان به درجه بالای اخلاص رسیده است. بارک الله فیکم. پس انا این بود اصل اخلاص و واجبات اخلاص. پس در این مسئله ها ما اقوال علما را به نهایت به شما زیادتر ذکر نموده ایم و به شما بیان گشت که اصل اخلاص و کمالات اخلاص وجود دارد و کمالات اخلاص را واجبات الاخلاص یا مستحبات الاخلاص هم گفته می شود، چگونه که در ایمان ما ذکر کرده بودیم. پس این این آیتی که ما در مسئله ایمان از سوره فاطر آیت 32 ذکر کرده بودیم که الله میگه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. یعنی مسلمان ها رو به سه فرقه جدا میکند. ظالم لنفسه، کسایی که واجبات ترک میکنند، اصل ایمان دارند اما واجبات ترک کردند، و کسایی که مقتصد هستند، ایمان دارند و واجبات هم به جا میارند اما کمالات به جا نآوردند، و کسایی که سابقون بالخیرات هستند، یعنی هم ایمان دارند، هم واجبات به جا میارند، هم مستحبات به جا میارند. همین آیت به اخلاص هم داخل دارد. میگن یعنی هر کسی که اصل اخلاص دارد و واجبات اخلاص و مستحبات اخلاص به جا نمیارد، این انسانی که به خودش ظلم کرده است. و کسی که اصل ایمان دارد، واجبات امر الله کرده را هم به جا میآورد، این انسان مقتصد است. و اما کسی که هم اصل اخلاص دارد، هم واجبات امرهای الله به جا میآورد، هم تمام مستحبات به جا میآورد، این به نهایت سابقون بالخیرات است، پیش قدم ترین انسان است. بارک الله فیکم. پس قدح کنندگان و بد کننده های اخلاص چیست؟ یعنی اخلاص چی ضعیف میکند یا که چی چیزها به کلی نابود میکند؟ البته ما به شما بیان کردیم که اصلا نابود کننده شرک 3 چیز است. این شرک است، نفاق است و البته ریا، و همه اینها رو ما به شما ذکر کردیم. و این چنین دانسته باشید که کمال اخلاص رو هم بعضی چیزها نابود میکند. تماما اخلاص رو نابود نمیکند، اما بلکه کمال اخلاص رو نابود میکند. ما این 3 چیزی که به شما ذکر کردیم، اینها اگر کبیره باشد اصل اخلاص رو نابود میکند و انسان رو کافر میکند، اما اگر صغیره یا میده باشد کمال اخلاص رو نابود میکند و انسان رو ضعیف الایمان میکند. بارک الله فیکم. و این انسانی که کمال اخلاصش برفته است، این انسان یعنی مسلمان گناهگار فاسق است، به مانند شرک اصغر، به مانند ریای مثلا اصغر. بارک الله فیکم. پس ریا هم چگونه که بیان کردیم البته چند نمود هست: ریای خفی و ریای آشکار. و البته بعض علما هم میگن
ترک کردن عمل صالح از ترس ریا. این خودش ریا است. یعنی یک انسان عمل صالح رو انجام ندهد به خاطر اینکه گوید که این ریا می شود، این خودش ریا است. یعنی عمل صالح رو باید انسان در همه حالت انجام بدهد. و به این سخن جماعت از سلف نص رو ذکر کردند به مانند فضیل ابن عیاض و غیره. یا که ریای خفی به مانند ملامت کردن نفس در بین مردم تا که مردم گویند که این انسان متواضع خاکسار است. یا که به مانند ملامی یک فرقه صوفیه که ملامی نفسشون رو ملامت میکنند. پس این همه نابود کننده های اخلاص یا که ضعیف کننده های اخلاص است. و بعضی از چیزهای هست که اخلاص رو نابود نمیکند. باید دانید عمل هایی که یا چیزهایی که اخلاص رو نابود نمیکند به مانند پنهان کردن گناه، پنهان نگاه داشتن گناه و گناه رو آشکار نکردن و بعد دیدن این که مردم گناهش رو آشکار شد. یعنی البته اکثر مسلمان ها گناه دارد، همه گناه دارد، اما بعضی از مردم گناه خود را چی میکنند؟ یا اکثر یا بسیاری مردم گناه خود را پنهان میکنند. پنهان کردن گناه اخلاص انسان را نابود نمیکند. بعضی ها میگن که گناهش پنهان میکند، اخلاصش این است و است. این چنین سخن ها ضعیف است و البته انسان گناهش را پنهان کند و از الله ستر گناه را بپرسد و مغفرت بپرسد، این اصل است. یا که عمل یک چیز دومی که اخلاص انسان را نابود نمیکند، این بعد از یک عملی صالح را انجام دادن، وقتی که مردم شما را یک ثنا میگویند یا مدح میکنند، شما را انسان خوب میگند، در این حالت شما خرسند اگر شوید، این هم اخلاص شما را نابود نمیکند. مثلا یک عملی خوبی را انجام دادید، بعضی از انسان ها از این عمل شما آگاه شدند و به شما تشکر کردند، شما را مدح کردند، ثنا گفتند، در این حالت شما خرسند شدید، به سخن اینها خرسند شدید. آیا اخلاص ضعیف شد یا نشد؟ هیچ چیزی نشد. این یک چیزی طبیعی است. بارک الله فیکم. پس در سبب چیست؟ سبب این که شما عمل را اصل را به الله انجام دادید، اما ناگاه مردم از این باخبر شدند. یا که یک عمل را به خاطر الله انجام دادید و بعد از این کمی اراده دنیا هم کردید، به مانند اینکه حج کردید و در درون حج تجارت کردید. یا کسی جهاد میکند و طاعتا لله جهاد میکند و بعد از این غنیمه هم میخواهد. یا که کسی که روزه میدارد و بعد از روزه داریش از روزه اش شفا هم میخواهد که سلامتیش هم برقرار شد. پس این انسان اخلاصش نابود نشده است. اما علما میگن که بهترش همین است که انسان همین عملهای دنیوی هم نخواهد، فقط عملش رو به خاطر الله انجام دهد. برای آنکه کسی که عملش رو فقط به خاطر الله انجام میدهد، البته این عملش بهتر است و خوب است. و این بود بعضی از مسائل. یا که بعضی حالت ها است که بعضی از انسان ها وقتی که انسان صالح را میبینند، در بین برادرای موحد می نشینند، عملی صالحشان زیاد می شود، کوشش میکنند به سنت عمل بکنند، اما وقتی که تنها میشن ضعیف میشن. این هم اخلاص انسان را نابود نمیکند. تنها به اخلاص انسان نیست، چرا که عادتا این همین است که در بین جماعت صالح شدید، ایمان شما زیاد می شود و قوی می گردد. برای همین است که شریعت مسلمان ها را امر نموده است تا که در بین موحدین و در بین مسلمان ها باشند. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله که عمل ها و بعضی از کارهایی که اخلاص را ناقص یا که کمبود یا که نابود نمی کند. پس مسئله دیگر اینجاست که کسی که اخلاصش به درجه بالا می رسد، عادت ها به عبادت ها تغییر می یابد. وقتی که اخلاص شما قوی شد، نیت شما قوی شد،
عادت به عبادت تغییر می یابد. اما وقتی که اخلاص ضعیف شد، نیت هم که ویران و ضعیف شد، عبادت تبدیل به یک چیزی عادت یا که ناچیز می گردد. اهل اخلاص کامل، کسانی که به درجه اخلاص کامل رسیده اند، تمام فعلها و عملهایشان را به خاطر الله انجام می دهند و از الله رب العزت و الجلال امید می کنند که الله به آنها ثواب بدهد، زیرا که اینها تمام عملشان را به نیت الله و به نیت اخلاص انجام دادند و در همه عملهایشان کمک به الله سبحانه و از الله سبحانه و تعالی کمک می طلبند. و این البته حال و شأن بندگان مخلصین است. بارک الله فیکم. و تمامی یعنی این بندگان عادتهایشان را هم امید میکنند که عبادت باشد به سبب نیت و به سبب اخلاص. یعنی یک چیزی کوچک عادت را هم به اخلاص و نیت به عبادت تغییر میدهند. اما کسانی که اخلاصشان ضعیف است، اینها بدترین حال را دارند، یا که اخلاص ندارند بدترین حال را دارند، زیرا اینها عبادتشان را به خاطر یک نصیب از نصیب دنیا یا که به خاطر مدح مردم و به خاطر سمعه، به خاطر ریا و به خاطر عجب انجام میدهند. سبحان الله. پس ببینید که نیت به نهایت بنده را به درجه بالا و منزلت بالا میرساند و این یک اصل بزرگ است که باید هر یک بنده به این عنایت بکند، باید اهمیت بدهد که صالح بودن نیت، خوب بودن نیت و بد بودن نیت به اخلاص وابستگی دارد، چرا که ما گفتیم اخلاص رو حتی نیت گفته میشد. و به این گفته دلیل های زیاد است که حتی ابو هریره رضی الله عنه میگویند که اینی لاحتسب علی الله نومتی و قومتی، حتی من خواب رفتنم و خستنم را از الله سبحانه و تعالی امید میکنم که عبادت باشد. و در روایت آمده است که و عبدا رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنية فأجرهما سواء. این حدیث سی است، 100% سی است. یعنی الله سبحانه و تعالی به یک بنده علم داده است اما رزق یک مال زیاد نداده است. این آدمی قنبغلی که علم دارد میگوید اگر الله به من مال میداد مثل دیگر بای صالحی که صدقه میکرد منم صدقه میکردم، میگوید به خاطر نیتش و اخلاصش هر دویش ثوابش برابر میشد. یعنی به همین نیتش گویا که این پول زیاد را در راه الله صدقه کرده اجر میگیرد. بارک الله فیکم. پس به خاطر اخلاص و نیت انسان یک عملش عمل عادی به عبادت تغییر می‌یابد. حتی در حدیث آمده است که واللقمة تضع فی امرأتک صدقه و فی بضع احدکم صدقه. یعنی یک مرد اگر به دهان زوجه‌اش زنش یک لقمه گذارد انمین هم ثواب است و صدقه است. اگر همین همبستری جماعی که مرد به زن میکند نیتش رو به این بکند که اینم یک نعمت الله است، این یک حلال کرده رحمت الله است، به خاطر همین ازیان و دور شدن بکند، البته به خاطر نیت و اخلاصش همین خوب خیزش عبادت است. بارک الله فیکم. پس حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که من هم بحسنه فلم یعملها کتبت له حسنه، یعنی هر کسی که قصدی حسنه کند، اندیشه بکند که یک کاری خوب رو انشاءالله انجام میدهد اما انجام ندهد، هم به این عمل نیکی رو نوشته می شود. بارک الله فیکم. پس این بود حلقه امروزه ما و انشاءالله در حلقه آینده باز چندین مسائلی که تعلق به اخلاص دارد و باقی مانده است به شما